بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران با خبر شوند از دین خود و شما از پاداش نیک محروم نشوید. موضوع امروزی درباره ایمان است. ایمان در زبان عربی خیلی مشخص داده بودیم چندین بارها. این بار خلاصه میگوییم. ایمان در زبان عربی، ایمان لغتا و شرعا و مرتبه های ایمان چند مرتبه دارد، بهش پیشکش میکنیم. خلاصه ایمان در زبان عربی مصدر است، مصدر آمن یؤمن ایمانا و هو مؤمن. خلاصه و کلمه امن یعنی امن معنای در ایمن بدن یا که آرام آسایشته. زیدش خوف است، بیم و ترس. به همین معنا میاد. خیلی که با راغب میگوید اصلی امن، کلمه امن معنای چه دارد؟ معنای آرامش نفس، طمأنینة النفس و زوال الخوف، آرامش نفس و دور شدن بیم و ترس. به همین معنا میاد. باز و بارهای کلمه ایمان با حرف بی پیوست می شود در اولش. خیلی که الله عز و جل می فرماید پس معنای چی را می دهد؟ معنای تصدیق می دهد. معنای تصدیق. برادران یوسف به پدرش میگن و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. و تو یعنی معناش که و ما انت بمصدق، و تو ما را باور نمی کنی اگر هرچند که ما راستن بگوییم، ما را سخنهای ما را راست تصدیق نمی کنی، باور نمی کنی، راست نمی شمارید سخنهای ما را. به همین معنا میاد. وقتی که بی میاد به معنای تصدیق میاد، به معنای راست گفتن. ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید ایمان این مرادف تصدیق نیست. یعنی ایمان مرادف یا که هم معنا با تصدیق نیست. برای هم تصدیق از ایمان فرق دارد. برای آنی که یک از یک چیز خبر میدهد، یک چیزی که محسوس است، چیزی که او را میبینی، خبرت میدهد. مثال خبرت میدهد، تو میگی که راست گفتی یا که دروغ گفتی. نمیگی که ایمان آوردی، ایمان آوردم. خیلی که ما میگیم مثلا به آسمان بر بالای ما، تو میگی که چی؟ راست گفت. نمیگی که ایمان آوردم. برای همین کلمه راست گفتی یا که کلمه صدق یا که تصدیق، این فقط در چیز در اون چیزی که تو در امرهای چیه، در امری آن چیزی که مشاهده میشود میبینیش. ولی کلمه ایمان این معنای چرا دارد؟ ایمان معنای باوری دارد و تصدیق هم به تاجیکی معنای باوری دارد. مثال ما میگیم که ایمان این یک باوری خاصی هست که فقط در برگیرنده چیز غیبی هست، در غیب. مثلا یک کس برای تو میگد که آفتاب برآمد یا که آفتاب نشست. آیا میشود تو برای او بگویی که ما ایمان آوردیم که آفتاب نشست؟ نه، تو میگویی که راست گفتی یا که دروغ گفتی. برای کلمه ایمان مشتق است از کلمه امن گرفته شده است. امن و در برگیرنده چیز غیبی هست. مثلا با چیز غیبی را وقتی که به تو یک پیغمبر صلی الله علیه و مثلا یک حدیث میزند یا که الله میگوید، تو میگویی ما ایمان آوردم، به فرشتگان ایمان آوردم. برای ما فرشتگان نمیبینیم، ایمان میاریم به الله، ایمان میاریم به فرشتگان، ایمان میاریم. برای همین کلمه چی دارد؟ لفظ ایمان. و در زبان عربی مقابل تکذیب نیست، دروغ نیست، یا که عکسش دروغ نیست. عکسی چی؟ راستگویی دروغگویی هست. عکس ایمان کفر است، نه دروغگویی. برای این شیخ الاسلام ابن تیمیه در اینجا میگه که معنای ایمان چی است؟ این اقرار است، نه تنها تصدیق، نه تنها باوری، بله باوری با چی؟ با اقرار هست. باوری پیوسته با اقرار هست. اقراری که در بر میگیرد چرا؟ قول قلب این چی است؟ این تصدیق است. و عمل قلب این چی است؟ این انقیاد است. خلاصه قول مختار و درست همین است که ما چی میگیم؟ کلمه ایمان از کلمه امن گرفته شده است و معنایش اقرار پیوسته با چی؟ با تصدیق، با باوری. یعنی که اقرار به چی؟ به اعتقاد قلب و تصدیق به آن خبرهایی که از جانب الله میبید. خلاصه در مسئله چی میگذاریم؟ در مسئله ایمان در شریعت چی معنا دارد؟ همه اهل سنت میگوید که ایمان این چی است؟ ایمان در شریعت چی است؟ همین است که هو اعتقاد و قول و عمل. چی میگن؟ ایمان این چی است؟ اعتقاد است، یک انسان اعتقاد میکند، و قول است و عمل است. سه چیز در بر میگیرد. خیلی که امام محمد بن اسماعیل الاصفهانی میگوید والایمان فی لسان الشرع هو التصدیق بالقلب والعمل بالارکان. ایمان میگه در زبان شریعت این چی است؟ تصدیق به قلب، باوری به دل و عمل کردن به چی؟ به اعضای بدن. همه خیلی دیگر امام بغوی میگه که یکی از امام های اهل سنت است، میگه اتفاق کردن صحابگان و تابعین و
و بعد آنها از علمای اهل سنت که عملها از ایمان است، همه عملها از ایمان هستند. گفتن چی؟ که ایمان این چی است؟ قول است و عمل است و عقیده است. همه خیلی دیگر امام شافعی میگه در کتابش اجماع از صحابگان و تابعین را میارد که و بعد آنها که کسی را که ما دریافت کردیم که ایمان قول است و عمل است و نیت است و تقسیم نمی شود، یعنی همین سه چیز از همدیگر جدا نمی شوند. همین سه چیز ایمان هستند: قول و عمل و نیت. و چه خیلی که امام بخاری هم میگوید واخوردم بیشتر از 1000 مرد از عالما را در همه شهرها، یگان کسی آنها اختلاف نکرد که ایمان قول است و عمل است و زیاد می شود و کم می شود. یعنی زیاد ایمان به چی زیاد می شود؟ به عمل، به طاعت، عبادت، و کم می شود چی؟ به معصیت. و فرقی نیست بین عالمان که بعضیش میگوید ایمان قول است و عمل است، یا که قول است و عمل است و نیت است، یا قول است و عمل است و اعتقاد است. این سبب در اختلافی در گوناگونی همین کلمه، نه که این کلمه هایی که گفتند با همدیگر ضد هستند، نه. برای که وقتی که میگویند که گذشتگان میگویند که ایمان قول و عمل است، معنا دارد که قول قلب و قول لسان و عملی قلب و عملی جوارح، عملی بدن. یعنی معنا دارد که یعنی خلاصه گپ همین است که اونسه گفتیم که ایمان حقیقتی است که مرکب است از چی؟ از قول و عمل. قول خودش دو قسم می شود: قولی قلبی که این اعتقاد است، انسان اعتقاد میکند به الله، و قولی زبانی که این نطق به کلمه اسلام است، کلمه شهادت. و عمل هم دو قسم می شود: عملی قلبی که عمل قلبی نیت است، اخلاص است و بسیار چیزای دیگر، و عملی بدنی مثل نماز، زکات و دیگر چیزها است. اگر همین چهار چیز همین چهار چیز اگر که نیست شود در انسان نباشد، قول قلب یا که عملی قلب یا که قول زبان یا که عملی بدن، ایمان به پرگی از انسان نیست می شود. تصدیق باوری قلبی، باوری دل نداشته باشد به الله، پس همه این سه چیز دیگه فایدهش نمیبخشند، همه این سه قسم دیگه فایدهش نمیبخشند. برای چی؟ برای که تصدیقی باوری قلب شرط است، در اعتقادش شرط است. مثال گفتیم ایمان از چهار چیز عبارت است: نطق به زبان کلمه شهادت. اگر کسی کلمه شهادت نگفت مسلمان نیست. پس خلاصه گفتیم که ایمان مرکب است از قول و عمل. گفتیم قول خودش دو نمود می شود، دو قسم: قول قلب این چی است؟ اعتقاد کردن، و قول لسان، قول زبان، نطق به کلمه شهادت. عمل هم دو نمود می شود: عمل قلبی که نیت و اخلاص و محبت و اینا هستند، و عملی بدنی، نماز و روزه و دیگر است. همین چهار چیز ایمان در بر میگیرند. یک تا اینا اگر نباشد ایمان درست نمی شود. ایمان، جای ایمان در کجاست؟ جای ایمان در دل است. برای الله میگه که ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنگامی که ایمان در دلهای شما درآید، وارد شود در دلهای شما. الله میگه در دلهای شما، سوره حجرات 14 آیه. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که این مردمانی که شما به زبانتون ایمان آورده اید و ایمان تا هنوز در دلهای شما ندر آمده است. میگم دل میگه، حدیث در طبرانی، ابو داود و دیگر حدیث صحیح است. یعنی ایمان جاش چی است؟ جاش دل است. ارکان ایمان خودتون میفهمید: ایمان به الله، به فرشتگانش، به کتابهاش، به رسولانش، ایمان به روز قیامت، و ایمان به قدر، به تقدیر، به قضا و قدر، خیرش یا که بدیش، نیکیش یا که بدیش. بعد ما ایمان بیاریم. اینا ارکان ایمان هستند. ایمان مرتبه ها دارد. درباره مرتبه‌اش سخن می‌زنیم. ما وقتی که لفظ ایمان به زبان می‌بریم، پس مقصد و مراد از ایمان چی است؟ همه دین است. ما کلمه ایمان که میگوییم، ایمان همه دین در بر میگیرد. و ایمان برای خود چی دارد؟ ایمان برای خود شاخه ها دارد. چقدر پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث میفرماید ایمان از 73 تا 79 شاخه ها دارد. پس بهترش یا که بلندترین از شاخه های ایمان این چی است؟ قول لا اله الا الله، سخن لا اله الا الله. و پایانترین از شاخه های ایمان این چی است؟ دور کردنی چیزی که اذیت میدهد مسلمان یا که مردم از راه، چیزی نباشد خاری، سنگ، شیشه، چیزی نباشد، از راه دور کردن، اینم از ایمان است. پایانترین از شاخه های ایمان. و حیا یک شاخه از ایمان است. حدیث در امام مسلم است. پس ایمان چرا در بر میگیرد؟ ایمان همه طاعت ها را در بر میگیرد. خواه اون طاعت ها فرض باشند، خواه نفل باشند. خواه اون طاعت ها آنچه که واجب است، گفتیم چی؟ برای دل، قول قلبی و عمل قلبی، و قول لسان، سخنی به زبان گفتن، کلمه شهادت، و عملی چی؟ عملی بدنی. همه این در بر میگیرد ایمان. و همین طور دیگر ایمان چه در بر میگیرد؟ ایمان در بر میگیرد ترک کردن آنچه که محظور است، آنچه که الله ما را آگاهی داده است که او را از اون نکنید، آنچه که حرام است، آنچه که مکروه است. همه اینا در ایمان می‌درآیند. و ایمان تقسیم می‌شود به مرتبه ها. هر یک مرتبه ایمان بعضی از شاخه های ایمان را در بر میگیرد. هر سه مرتبه
مرتبه های ایمان همه شاخه های ایمان در بر میگیرد. ایمان گفتیم 3 مرتبه دارد. یک مرتبه آن خلاصه میگیم اصل ایمان، یا که به معنای دیگر ایمان المجملش میگن، ایمان اجمالی، یا که مطلق الایمانش میگن. این یکم چی است؟ یکم مرتبهش که به سه نمود نامگذاری شده است. میگن که اصل ایمان، یا که ایمان مجمل، یا که مطلق الایمان. دویم مرتبه ایمان این ایمان الواجب، یا که ایمان نام دیگرش ایمان المفصل، یا که ایمان المطلق، ایمان کامل، یا که حقیقت ایمان. سوم مرتبهش که میگویندش ایمان المستحب، یا که ایمان کامل با چی؟ ایمان کامل با مستحبات. همین 3 مرتبه دارد. مثل که ما میگیم که به هم معنا است، به همین که دین 3 مرتبه دارد، دین خودش هم. مثل که یکم مرتبهش اسلام، دوم مرتبهش ایمان، سوم مرتبهش احسان. به همین هم معنا میبیاد. نه که اینجا دیگر نامهاش دیگره، نه که هم معناش همو است. با وش هم شرح میدیم ان شاء الله در آینده مرتبه های دینه. خلاصه یکمی که شرح میدیم ما اصل ایمان است. اصل ایمان یا گفتیم چی؟ ایمان المجمل، یا که مطلق الایمان. اصل ایمان چی در بر میگیرد؟ انسان اگر اصل ایمان نداشته باشد وای مسلمان نیست. به اصل ایمان انسان مسلمان نیست. انسان اگر اصل ایمان داشته باشد پس اصل ایمان برای اون نجات از کفر است و داخل شدن در ایمان. و چه گفتیم؟ وای مطلق ایمان است، مطلق جزء ایمان است. یعنی وقتی انسان کلمه شهادت میبرد در دین میدراید. پس وقتی که انسان اصل ایمان داشته باشد پس همه اون خطاب هایی که الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که ایمان آورده اید، به همون انسان تعلق دارد اگر اصل ایمان داشته باشد. در اصل ایمان بعضی از شاخه های ایمان داخل میشوند. در همین اصل ایمان یا که مطلق الایمان بعضی شاخه ها داخل میشود و درست نمیشود ایمان انسان مگر به همون شاخه ها. و از جهت در همین اصل ایمان از عمل ها چی داخل میشود؟ از عمل ها یکسان است که فعل باشد، انجام دادن یک فعل، یا که ترک باشد، ترک کردن حرام. یکسان است که اون عمل های اعتقادی باشند، یا که عمل های قولی باشند، یا که عمل باشند. یکسان است، یا که اعتقادی باشند، یا که قولی باشند، یا که عملی باشند. همه در بر میگیرد. حاضر میگیم که یکم اصل ایمان چه در بر میگیرد؟ پس هر یک عملی که مسلمان او را ترک کند کافر میشود، و هر یک عملی که مسلمان او را اگر ترک کند کافر میشود، پس انجام دادن همون کار از اصل ایمان است. مثل باوری ایمان آوردن، به الله ایمان آوردن. اگر انقیاد القلب، چی؟ انقیاد القلب ای عملی قلبی و قول قلبی، یا که اقرار به زبان کلمه شهادت گفتن، یا که نماز. همین صورت بسیار است. تو اگر همین صورت ترک کرد انسان اصل ایمانش از دست میرود. اگر انسان باور نکرد به الله و مسلمان نیست، اصل ایمانش میرود. یا که دل انسان تن نداد به الله و مسلمان نیست، یا که به زبان کلمه شهادت نگفت و مسلمان نیست، یا که نماز نخواند و مسلمان نیست. دویم خوب گوش کنید، هر یک عملی که انسان به انجام دادن همون عمل کافر میشود، پس ترک کردن همون عملی کفری از اصل ایمان است. مثلی کدام عمل ها انسان از دین خارج میکرد اگر همون عمل ها را انجام داد؟ استهزاء با دین. استهزاء با دین همه در بر میگیرد. استهزاء با دین ای به قرآن، به سنت، به الله، به آیات الله، از دین خارج میشد، اصل ایمانش میرود. یا که دعا غیر الله دعا کردن، اصل ایمانش میرود، از دین خارج میشود. یا که استعانه کمک خواستن از غیر الله، یا که استغاثه به غیر الله، یا که جنگ کردن در راه چی؟ در راه طاغوت بر ضد مسلمان‌ها، از دین خارج میشود. یا که یک واجب انکار میکند، چی نمود واجب نباشد، چی فرض نباشد، انکار کند، مثل حجاب انکار کرد کافر. یا که استحلال یکسی که حرام است، یکسی که حرام است او را حلال بگد، یا یکسی که حلال است او را حرام بگد، از دین خارج می شود. یا که یک واجب انکار کند. خلاصه بسیاری میاریم همچون به مثال میاریم، از دین خارج می شود. پس گفتیم که اصل ایمان خیلی از انسان می رود اگر که انسان هر یک عملی که ترک کردنش کفر است، اگر او را ترک کرد از دین خارج می شود. هر یک عملی که انجام دادن او کفر است، اگر همون کرد و چی از دین خارج می شود. همینا از اصل ایمان هستند. هر یک کسی که به اصل ایمان نه آورد، پس اصل ایمان به جا نه آورد، پس او چی است؟ کافر است، ابدی است در دوزخ جهنم. به کدام گناهی به کدام گناه ها انسان از دین خارج می شود؟ همون گناهایی که در اون دلیل شرعی باشند از قرآن سنت، دلیل شرعی باشند که انجام دادن همین کار کفر است و ترک کردن همین کار کفر است. انسان اگر کارایی که الله من کرد گفت این کفر است انجام داد، کافر می شود، از دین خارج می شود. نه بالا خواهی گفته بودیم کسی که اصل ایمان به
جا آورد، پس هر آینه نجات یافت از کفر و واردی بهشت بشود، یا که در ابتدا یا که بعد عذاب. در ابتدا شاید بخشد و بهشت درآورد، شاید که عذابش دیاد و بعد بهشت درآورد، برای که اصل ایمان داشته باشد. وارد بهشت می شود یا که پیش از عذاب یا که بعد عذاب. باز همین مرتبه را ما میگیم که مطلق الایمان، ای انسانی که مطلق ایمان دارد، ای اصل ایمان دارد، برای صاحبش داخل می شود در چی؟ در دایره ایمان، برای که برای او ثابت شده است اصل ایمان. پس از چی می شود؟ از اهل ایمان حسابیده می شود. ولی برای او ما اسم ایمان کامل، اسم ایمان مطلق دادن نمی توانیم، برای که ایمان وقتی که گفته که می شود، به زبان آورده که می شود، در برگیرنده همه شریعت است، آنچه که واجب است و آنچه که مستحب است. برای همین ما برای او مطلق ایمان، اصل ایمان را می دهیم، برای که اصل ایمان دارد. ولی ما به او اون ایمانی که کامل است، ایمانی واجب دادن نمی توانیم، یعنی ما را کامل ایمان گفتن نمی توانیم. ما را میگویم که مؤمن است ناقص ایمان است. به سبب چی؟ به سبب تفریطش و کوتاه دستیش در واجبات، یعنی که همه واجبات انجام نمیدهد. و برای چی؟ برای مرتکب گناه ها می شود. پس وای چی است؟ مؤمن است ناقص ایمان، مؤمن است به همون اصل ایمانش، ولی فاسق است به چی؟ به همون تفریطش و کوتاه دستیش از چی؟ برای انجام دادن واجبات و مرتکب گناه های کبیره است. برای همین ما او را میگوییم که فاسق، برای کوتاه دستیش و مرتکب شدن گناه های کبیرش. پس هر یک گناهی که از دین خارج میکند، خواه قولی باشد، خواه فعلی باشد، خواه اعتقادی باشد، اگر که صاحب اصل ایمان انجام داد، پس وای چی؟ پس اگر انجام داد، اصل ایمانش از بین می رود، که آنها را چی میگن؟ آنها را شکننده های ایمان میگن. و کسی که اصل ایمان آورد، برای او ثابت می شود در دنیا همه حکم‌های شرعی که مترتب هستند برای ایمان. اگر که وفات کرد و اصل ایمان داشت، پس وای چی است؟ وای نجات می‌یابد از جاودان بودن در دوزخ. جاودانی در دوزخ نیست و وارد بهشت می‌شود، و هرچند که مرتکب گناه‌ها شده باشد، و اگر مرتکب گناه‌ها شده باشد و کمبودی‌ها کرده باشد و دستکوتایی کرده باشد، پس وای در چی است؟ در مشیت الله، در خواست الله است. اگر خواهد می‌بخشد او را، پس واردی بهشتش میکند به حساب و کتاب. برای چی؟ برای آنچه که از اصل ایمان داشته است، از توحید و اخلاص، و شفاعتش میکنند. و اگر خواهد الله عذابش میدهد و بعد عذاب وارد بهشت میکند. و هر یک کسی که الله از او نام ایمان نفی کرد از گناهگاران اهل همین مرتبه، پس نفی کردن نام ایمان از او، اسم ایمان نفی کرد، پس همه آنها از اهل همین مرتبه هستند. پس نفی الله و رسولش از آنها نام ایمان دلالت میکند به چی؟ دلالت میکند که آنها کوتاه دستی میکنند در ایمان واجب، در ایمان کامل، یعنی که آنها ایمان کامل ندارند. برای چی؟ برای آنی که ترک واجب کردند یا که مرتکب فعل حرام شدند که منافی است به ایمان واجب، به ایمان کامل. برای همین و مثال برای که الله پیغمبرش وقتی که نفی ایمان میکنند از مؤمنا، این یعنی که کمال ایمان نفی میکنند. مثل که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه لا یزنی الزانی حینما یزنی و هو مؤمن، در حال زنا کردنش زناگر مؤمن نیست. همینجا نفی ایمان میکند، ولی اینجا نفی کمال ایمان است، نه اصل ایمان. کمال ایمان از بین میبرد، نه اصل ایمان. همه خیلی دیگر پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره چی میگه؟ درباره عرق. امام ابو عبدالله محمد ابن نصر مروزی میگوید که الکفر ضد اصل ایمان. کفر میگه این زیدی اصل ایمان است، برای که ایمان اصل دارد و شاخه ها دارد. پس کفر ثابت نمی شود برای یک انسان حتی که اصل ایمانش از بین نرود. اصل ایمانش که از بین می رود، پس کفر برای او ثابت می شود. ضد ایمان چی است؟ کفر است. پس برای ایمان اصل است و پره نمی شود، درست نمی شود اسلام و ایمان مگر به چی؟ به اصل ایمان. پس ابن تیمیه همین مرتبه را وقتی که وصف می‌دهد چی میگوید؟ رحمت الله علیه درباره همین مرتبه میگوید که پس بیشتر مردم هنگامی که مسلمان میشوند بعدی که کافر بدن یا که در اسلام تولد شدند، پس در اسلام تولد شدن و شریعت های الله چی کردند؟ شریعت های الله انجام دادند. پس آنها از اهل طاعتند، مثلا کلمه شهادت گفتن، نماز خواندن، روزه گرفتن، پس آنها از اهل طاعتند. طاعت الله و طاعت رسولش. آنها مسلمانند، در آنها اصل ایمان است، ولی تا هنوز در آنها چی؟
حقیقت ایمان یا که ایمان واجب در دلهاشان درآمدگی نیست و حقیقت ایمان در دلهاشان حاصل می شود آهسته آهسته اگر که الله برای آنها عطا فرماید، ارزانی کند. برای که انسان وقتی که از اصل ایمان طاعت و عبادت میکند به درجه چی میرسد؟ به مرتبه دوم که این چی است؟ مرتبه دوم ایمان واجب است، یا که ایمان کامل. از اصل ایمان به ایمان کامل میرود. پس بیشتر مردم به همون درجه یقین، به هم درجه ایمان کامل، به درجه یقین نمیرسند، نه به درجه که جهاد روند. اگر یک انسان یعنی که شبهه آورد برای آنها، در حال چی شک شبهه میکنند. اگر به جهاد امر کنند به جهاد نمیروند، ولی آنها کافر نیستند و نه منافقند، ولی آنها از علمی قلب و معرفت آن و یقین قلبی ندارند که همون شبهه را دور کنند. و نه در آنها قوت محبت الله هست، یعنی که محبت آنها به الله قدر قوی نیست و نه به رسولش که دنیا اهلشونه، خانوادهشونه و مالشونه برای الله و رسولش ترک کنند. پس الله آنها را عفو کند، از همین سختی عفو کند و اگر که وفات کنند وارد بهش میشوند. و اگر دچاری ابتلا شوند و دچار انسان‌های شوند که به آنها شبهه ها وارد کند، شبهه های وارد کند که آنها شک کنند، در اسلام شک کنند، در الله شک کنند، در رسول شک کنند، اگر الله نعمت و فضل خودش برای آنها عطا نفرماید که همون شبهه ها را دور کنند، و اگر نه در همون شبهه ها واقع می شوند و شک میکنند و از این مرتبه اصل ایمان به چی می روند؟ به مرتبه دیگر که اون مرتبه نفاق است، یعنی از دین خارج می شوند. کتاب ایمان ابن تیمیه. پس دلیل ها برای همین سخنهای گفتیم که الله عز و جل می فرماید در سوره مائده 36 آیه: بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الله می‌فرماید که کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه در زمین است و همانند آن مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از مجازات روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازاتی دردناک خواهند داشت. آنها پیوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند ولی از آن بیرون نخواهند رفت و برای آنها مجازاتی پایدار است. و الله عز و جل در سوره زمر 65 آیه می‌فرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. و یقینا و قطعاً به تو و به کسانی که از پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی شده است که اگر شریک ورزی بیگمان عملی تو تباه و بیکار می شود و یقیناً از زیانکاران خواهی شد. الله عز و جل سوره مائده در 5 می فرماید که و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. و کسی که آنچه را باید به آن ایمان بیاورد انکار کند، اعمال او باطل و بی اثر می گردد و در روز قیامت از جمله زیانکاران خواهد بود. ببینید که این الله عز و جل میگه و ما یکفر بالایمان. در اینجا ایمان چی میگه؟ ایمان و ما کسی که به ایمان کفر میورزد. ایمان در اینجا به معنای چی است؟ به معنای دین همش، به معنای کسی به الله کفر میورزد، کسی به رسولش کفر میورزد. یعنی ایمان در اینجا همه چی را، همه دین در بر میگیرد. و از انس رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید قوم‌های هستند که دچار آتش دوزخ میشوند که به همون گناهایی که انجام داده اند مجازات و عقوبت برای آنها مقدار همون گناهاشون. پس الله عز و جل بعدی که مقدار همون گناهاشون عذاب میبینند آنها را وارد بهش میکند. به چی؟ به فضل و منتش و رحمتش. بعد عذاب دوزخ هستند، یعنی آنها را نامگذاری میکنند، میگویند که آنها جهنمیان هستند. حدیث در بخاری است 7450. در آمدن آنها بهشت یا وارد شدن آنها بهشت بعد
عذاب. هر آینه به چی است؟ هر آینه به آن چیزی که آنها از اصل ایمان دارند. یعنی آنها اصل ایمان دارند. برای چی؟ برای که اصل ایمان دارن ها کی بود، آنها از دوزخ گناهایی که کرده بودن به همون اندازه همون گناهاشون عذاب دیدن، بعد اون بر اومدن که اصل ایمان داشتن. اصل ایمان که ضد کفر است، کافر میبودن نمیبر اومدن، یعنی که اصل ایمان داشتن. از ابی هریره رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید هنگامی که الله عز و جل از قضاوت و داوری بین بنده هاش فارغ شد، یعنی که قضاوت و داوری را انجام داد بین بنده هاش و خواست الله که برحمتش و مهربانیش ببرارد از دوزخ کسی را میخواهد، پس امر کرد فرشتگان، کی را امر کرد؟ فرشتگان امر کرد کی از آتش دوزخ خارج کنید، ببرارید. کی را؟ آن کسی که من کان لا یشرک بالله شیئا، آن کسی که به الله شریک نآورده باشد. یکم از دوزخ کی میبراید؟ آن کسی که شریک به الله نآورده باشد، ای در او اصل ایمان باشد. اگر شرک میورزید اصل ایمان نیست، میشید از دین خارج میشید. اصل ایمان دارد اون کسی را که شرک نورزیده باشد و الله میخواهد که او را رحمت و مهربانی و لطف کند. پیغمبر چی میگه؟ اون کسی را که کلمه شهادت گفته باشد، ای کلمه شهادت لا اله الا الله گفته باشد. پس همون انسانی که شرک نورزیده باشد به الله و الله خواهد که او را از دوزخ به رحمتش برآرد، و اون کسی که کلمه شهادت گفته باشد. کلمه شهادت میگویی در اسلام میدرایی، اصل ایمان داری. پس پیغمبر چی میگه؟ فیعرفونهم فی النار بآثار السجود. پس پیغمبر چی میگه؟ پس آنها را از کجا میشناسی؟ آنهایی که شرک نورزیده باشند و کلمه شهادت گفته باشند و به کلمه شهادت عمل کرده باشند. پس آنها را از چی میشناسی؟ آنها را از اثرهای سجده شو میشناسی، از جایهای سجده میشناسی. ای معنا دارد که کسانی که نماز میخواندند جایهای سجده در دوزخ نمیسوزد، مثل پیشانی، جای کفای دست، پایها، زانوها در دوزخ نمیسوزند. از همچون نورن، از همونها برای که وقتی در دوزخ میسوزند آنها چی میشوند؟ سیاه میشوند. از همون دود از آتش و از دود آتش و از آتش سیاه میشوند. همون جای سجدگاهشون نمیسوزد. از همونها میشناسند ملائکه ها آنها را و میبرارن آنها را. یعنی که نماز چی است؟ نماز از اصل ایمان است. نماز از چی است؟ از اصل ایمان. انسان باید نمازخوان باشد که از آتش خارج شود. نمازخوان نباشد او را نمیشناسند. از کجا میشناسند ملائکه ها که او مسلمان هست؟ از اثرهای سجدهش. حدیث در بخاری است 7437 حدیث. همه خیلی دیگر از ابی ذر رضی الله عنه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این جبرئیل بود که پیش من آمد، پس گفت من مات من امتک لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. جبرئیل پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت کسی که از امتی تو از دنیا گذشت و به الله شرک نمیورزید وارد بهشت میشود. یعنی گفتیم چی؟ کلمه شهادت میگفت، یعنی شرک نمیورزید، ای کلمه شهادت میگفت، اصل ایمان در او بود، ای نمازخوان بود. در حدیثی بالا شرح دادیم. پس ابوذر گفت به پیغمبر این زنا و این سرق، همون مسلمانی که کلمه یعنی شرک به الله نورزد، اگر همون مسلمان زنا کند و دزدی کند بهش میدراید، از دوزخ برآورده میشود. پس پیغمبر چی گفت؟ یعنی همون مسلمانی که حتی اگر که زنا هم کرده باشد، حتی اگر که دزدی هم کرده باشد، مقدار همون گناهش عذاب میبیند، اگر در او اصل ایمان باشد و شرک نورزیده باشد و نمازخوان باشد، از دوزخ برآورده میشود، بهش میدراید در آخر. حتی اگر پیغمبر چی گفت؟ حتی اگر که زنا هم کرده باشد و دزدی هم کرده باشد، بعد که چی؟ خواه الله میبخشش بهش میدارد، خواه که عذابش میتد و بعد عذاب بهشتش وارد بهشت میکند. حدیث در بخاری است 6444. در حدیث دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که حدیث در بخاری است، پیغمبر چی میگه که الله میگه که از دوزخ برآرید آن کسی که در دلش دانه خردل ایمان باشد، میگه از دوزخ او را برآرید. یعنی که مثل یک دانه خردل اگر ایمان داشته باشد به الله از دوزخ برآورده میشود. حدیث در بخاری است. در زیر همین حدیث ببین که چی میگه امام ابن حجر، چی میگه؟ این خاص برای مدخلی ها است که بفهمن، که پند گیرن، که میگن که اگر کسی که کلمه شهادت گفت و یگان عمل نکرد وای بهشتی است، بهش میدارد، ناقص ایمان است، قول باطل خودشون. یعنی ابن حجر میفرماید که و مقصد و مراد پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید یک دانه خردل، ای دانه کنجید، مثل دانه کنجید. در همین حدیث معنا دارد که عملهای زیاتی کرده باشد علاوه اضافه به اصل توحیدش، یعنی غیر اصل توحیدش عملهای زیاتی کرده باشد. برای همین میگوید که مثل چی؟ مثل قلای دانه کنجید. و در روایت دیگر حدیث میگوید که اخرج من قال لا اله الا الله و عمل من الخير ما يوزن ذره. حدیث روایت دیگرش این حدیث چی میکند؟ همین سخنی
ابن حجر چی میکند؟ تصدیق میکند، میگه که بیرون آورید از دوزخ آن کسی که میگوید لا اله الا الله و انجام میدهد عملهای خیر را که به وزن چی؟ با وزن ذره، یا که وزن کشیده می شوند به مثل ذره. پس معنا دارد که عمل کرده باشد، به عمل نمی شود. برای همین کسی که در عقیده اهل سنت همین است، کسی که کلمه شهادت میگه در اسلام می درآید باید عمل کند. اگر تماما عمل نداشته باشد وای از دین اسلام خارج است، مسلمان نیست، عقیده اهل سنت. و اگر از همون عملهایی که از اصل ایمان هستند کلمه شهادت است و چی است؟ نماز است. یکم رکن اسلام و دوم رکن اسلام، اینا اصل ایمان هستند. اگر انسان شهادت نگد و نماز نخواند وای چی؟ مسلمان نیست. این بود درباره همین مرتبه که مرتبه گفتیم چی است؟ نامش اصل ایمان است. یکم مرتبه ایمان، اصل ایمان، یا که مطلق الایمان، یا که ایمان المجمل. برای شما شرح دادیم، الله برکتتون تیا. و درباره مرتبه دیم و سیمش در درس‌های دیگه برای شما پیشکش میدیم ان شاء الله. از دعای نیک خدا را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.